قطعا همتون این لوح یوتیوب رو دیدین که به چنلایی که 100 تا سابسکرایبرز داشته باشن میدن و جنسش از نوع فلزه و لوگوی وسطش نقره. اما این تنها لوح نیست و دومیش طلایی رنگه و مخصوص کساییه که 1 میلیون ساب دارن. این لوح خوش رنگم جنسش از فلزه، با این تفاوت که لوگوی وسطش از طلاست. اما لوگوی سوم برای 10 میلیون سابه که با یه چمدون براتون میفرستنش. شکلش که همون شکل لوگوی یوتیوبه و وزنش حدود 10 کیلوگرم. جنسش هم که تماما نقره است. اما لوح چهارم که خیلی عجیب تره واسه یه زمانیه که 50 میلیون سابسکرایب داشته باشین. اینجاست که یوتیوب با توجه به سلیقه شخصیتون هر شکلی که بخواید براتون طراحی میکنه، اونم از جنس طلا، نقره یا سنگای قیمتی. انتخاب با شماست. و اما لوح 100 میلیونی که شکلش دقیقاً مثل لوح 10 میلیونیه، با این تفاوت که جنسش از شیشه فشرده شده است و وسطش یه یاقوت قرمز گرون قیمت به کار رفته. در آخرم که لوح 200 میلیون سابسکرایبه که فقط چنل